96 شلیک توپ به مناسبت مرگ الیزابت دوم در 96 سالگی در نقاط مختلف انگلیس و شماری از کشورهای همسود. برای برخی یادآور جنگ‌های استعماری و جنگ جهانی دوم که الیزابت دوم در آغاز آن بخشی از وظایف خاندان سلطنتی را بر عهده گرفت. 70 سال پیش پس از فوت پدر که ملکه انگلیس و وارث نظام سلطنت در این کشور و رئیس 56 کشور همسود یا مشترک المنافع شد. کشورهایی که اغلب آنها به تدریج و پس از سالها جنگ با نظام استعماری بریتانیا و دادن قربانی همچون جمهوری ایرلند و برخی با مبارزات مردمی طولانی همچون آفریقای جنوبی مستقل شدند. در پی درگذشت ملکه در حالی که آحاد جامعه روال عادی زندگی خود را پی می‌گیرند، رسانه‌های انگلیسی از همان دقایق اولیه فوت او همه برنامه‌های عادی خود را قطع کردند و تمام وقت خود را به ویژه برنامه درگذشت ملکه انگلیس اختصاص دادند. مراسمی پرهزینه مانند 70مین سالگرد تاجگذاری ملکه که خرداد امسال برگزار شد. برخلاف رسانه‌ها و نهادهای حکومتی، دغدغه مردم اما چیز دیگری است. هزینه‌های زندگی وحشتناکه، مخصوصا برای مردمی که شغل ندارند یا درآمد کمی دارند. اولویت‌های مردم حل بحران هزینه‌های زندگیه. ما چند مشکل تو امان داریم. مشکل هزینه‌های سرسام‌آور زندگی، مشکل بهداشت و درمان، کمبود مسکن، بیکاری، اینها مشکلات و اولویت‌های ماست، نه چیزهای دیگه. مخالفان نظام سلطنت در انگلیس اما در ارکان سیاسی این کشور جایی ندارند، مانند 7 نماینده مردم ایرلند شمالی از حزب شینفن که حاضر نشدند برای ورود به مجلس سوگند وفاداری به ملکه یاد کنند. به همین علت از حضور در مجلس قانونگذاری این کشور محروم شدند. مخالفان نظام سلطنت البته در رسانه‌های این کشور هم جایی ندارند، مانند ترور سینکلر، فوتبالیست سیاه‌پوست و گزارشگر ورزشی برنامه رادیویی تاک اسپورت که نوشته او در فضای مجازی درباره ملکه منجر به اخراجش شد. او که نوشته بود: نژاد پرستی در انگلیس تا دهه 1960 قانونی بود و رواج داشت. بنابراین چرا باید سیاه‌پوستان و آسیایی تبارها برای مرگ ملکه سوگوار شوند؟ نظام سلطنت در انگلیس موروثی است و مردم، حتی نمایندگان آنان، در تعیین جانشین ملکه یا پادشاه که عالی ترین مقام این کشور است نقشی ندارند. حالا با درگذشت ملکه 96 ساله انگلیس، فرزند ارشدش چارلز مسئولیت نهاد سلطنت را در اختیار دارد و فرزند شاه ویلیام ولیعهد جدید انگلیس می شود. او که بنابر اعلام رسانه‌های انگلیسی اختلافات مادر فقیدش دایانا که محبوبیت اجتماعی زیادی داشت با خاندان سلطنتی و ملکه در نهایت به طلاق و جداییش از خاندان سلطنتی منجر شد. دایانا چندی بعد و پس از نامزدی با یک مصری در یک صحنه تصادف کشته شد و پدر نامزد مسلمانش انگشت اتهام را به سوی خاندان سلطنتی نشانه رفت. اونها هنوز نمیتونن بپذیرند که پسرم که یک مصری مسلمان بود میتونه پدرخوانده شاه آینده باشه. رفتارهای سرد ملکه نسبت به درگذشت عروس سابقش انتقادها از او را به حدی رساند که مجبور شد از اسکاتلند خود را به مراسم خاکسپاریش برساند. شاید ادای احترام بی‌نظیر مردم نسبت به دایانا ملکه را غافلگیر کرد. بقیده شماری از تحلیلگران مرگ مشکوک دایانا شکاف میان مردم و خاندان سلطنتی انگلیس را بیشتر کرد. در تازه‌ترین نظرسنجی معلوم شد شمار هواداران جمهوری یا جمهوری خواهان در انگلیس به بالاترین میزان از سال 1993 در این کشور رسیده و اکنون کمتر از 57% مردم خواهان بقای نظام سلطنتی اند. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.